تمام اخبار را که روایت شده از نبی صلی الله علیه و سلم در تکفیر تارک الصلات و اخراجش از ملت اسلام و مباح دانستن قتلش از کسی که اقامت نماز را نکند و نماز را نخواند و بعد از او هم از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم عین شکل آمده است. ولم يجينا عن احد منهم خلاف ذلك و از یکی از اونها خلاف از این به ما نرسیده است که مثلا بگید که گفته شود تارک الصلات کافر نیست یا مثلا کشته نمیشن. و یک گمراه دیگر که زیاد معروف است به سوشال میدیا ابو محمد مدنی بل ابو محمد مدخلی او به شاگردان خود خلاف ذکر میکنه که در تکفیر تارک الصلات خلاف است. طبعا صحابه خلاف نکرده هستند، اهل زیغ و ضلال خلاف کرده هستند. برای مقلدین از اون میگیم که از شیخ خود پرسان کند که امام المروزی رحمه الله تعالی ثقه بود و اهل سنت بود یا محمد شیبانی و قول امام محمد بن نصر المروزی معتبرتر است یا قول محمد شیبانی. محمد بن نصر المروزی رحمه الله تعالی از اهل علم و معرفت واسع هست در بین اهل علم، به علم که داشت رحمه الله تعالی از اقوال اهل علم و خوب میفهمید اجماع و نظاره. و حتی ابن تیمیه میگه که انه من اضبط الناس لاقوال الائمه و خلافهم، که امام المروزی رحمه الله تعالی از دقیق ترین و فهمیده ترین کسان بود با اقوال ائمه و خلافشان، یعنی خلاف میفهمید که خلاف در چی است و خلاف در بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، امور دینی که یک مؤمن حتمی باید بفهمد و موضوع تکفیر تارک الصلاة است و تکفیر کسی که تکفیرش نمیکند. چرا اهل ارجاء و تجهم کل سعی و جهد خود را داشتن و دارند تا دین را معطل کند و بند دین را از بین ببرند. و این فعل اینها عیناً مثل همون حدیث است که در مسند امام احمد رحمه الله تعالی از ابو امام الباهلی رضی الله تعالی عنه از رسول صلی الله علیه و سلم آمده است که میگه قال صلی الله علیه و سلم لتنقضن عرى الاسلام عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها واولهن نقض الحكم واخرهن الصلاة. در این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که اسلام گره باز میشه، گره نقص میشه، مشکنه و هر دفعه که یک گریش باشه یک باز مردم بجان دیگهش مفتن و اولش حکم بشر الله متعال است و آخرش هم نماز. در این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که مردم که از اسلام همیتو یک دفعه اعلان نمیته بلکه جز اعلان میته، کم اعلان میته. ولا شک که در زمان ما نه حکم شرع است و نه نماز و همین جهمی‌ها و اهل ارجاء سعی را دارن که اسلام را گره نقص کنند. و وقت جهمی میگیم این مشرکین قوم خود را نمیگیم، اینها خو اصلا از کل دین برآمدن. بل مشکل ما امروز با کسان هست که اصحاب جماعت ها هستند، اصحاب مذاهب هستند و اصحاب مناهج باطل هستند و هر کدامش خود را به منهج سلف ربط میده و مدعین دروغ و توحید هستند و ادعای تکفیر و کفر با طاغوت را میکنند. الله از شر از این مردم ما خلاص کند که این مردم دین را خب بیاز برای قوم مشرکین خود پوشانده هستند، ولیکن فتنه و شرشان اینقدر هست که حتی اگر به گوشهای موحدین برسد به قلبهایشان حتمی تاثیر میکند. و شک نیست که اهل ارجاء و تجهم میفهمند که اگر قول به تکفیر تارک نماز بگویند باز بسیار کسا به کفر میرود و تکفیر میشه و بسیار دیگر از معروفین و مشهورین بدنام میشه، از درجه تقبله الله و رحمه الله میافتند، باز ملامتی و روسیگی برای ما میماند. بران در سعی از این هستند که یک گره اسلام را باز کند و مصلحت جماعت خود یا مصلحت مذهب خود یا مصلحت شیوخ خود. ولیکن مومن باید سخت و شر باشد از این که نشه و دینش را حمیر علم برایش بپوشاند به زخرف قول خود. مسئله تکفیر تارک الصلاة از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا اجماع صحابه و اجماع تابعین و تابع التابعین و من تبعهم به احسان، از سلف تا خلف که به احسان از صحابه پیروی کردن، هیچ یکی خلاف نگفته است الا اهل ارجاء و تجهم و الا اصحاب رای و قیاس مثل ابو حنیفه و امثالش اهل الضلال. و ذاتا نزد از اونا نه فقط نماز بلکه ترک کل عمل به نزد از اونا از ایمان نیست. و ترک الصلاة ولو اگر یک وقت هم باشد جهدن، یعنی انکار کند نخواند و یا کسلا از تکاسل از کسالت نخواند تا وقت نماز برود و وقت نماز دیگر بیاید کافر است و خارج از ملت اسلام به اجماع المسلمین. و دلیل از کتاب الله متعال قال الله تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اگر توبه کردن یعنی از شرک و نماز خواندن و زکات دادن برادرهای شما در دین هستند. و این شرط هست به ثبوت اخوت در دین بین مسلمین و مشرکین که اگر توبه از شرک کردن مسلمان شدن باز نماز خواندن باز زکات دادن برادر ما هستند. ولیکن اگر توبه از شرک کند و مسلمان شود ولیکن نماز نخواند برادر ما نیست. و عیناً همین رقم اگر نماز بخواند و مسلمان شود توبه از شرک کند ولیکن زکات ندهد همچنان کافر است. و در این دلیل واضح از فعل صحابه و اجماع صحابه به تکفیر مانع زکات و قتالشان. و این به همه معلوم است که شرک توبه کردن و نماز میخوانند ولیکن نماز زکات را ترک کردن.
پس اخوان ما و اخوان صحابه نبودن در دین. ابن قیم در کتاب خود الصلاة و حکم تاریکها میگه که فقاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. که الله متعال میگه وقتی شما مشرکین هر جایی که یافته قتل کنید، بگیرشان و محاصره کنیدشان، در هر جای با کمینشان بشینید. ولیکن وقتی که اونا توبه کردن از شرک و از کفر خود و باز نماز خواندن و زکات دادن فخلوا سبیلهم، باز رایشان ترک کنید. میگه که فامر بقتلهم حتى يتوبوا من شركه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. که الله متعال امر کرده به قتل مشرکین تا زمانی که توبه کنن شرک خود و یقیموا الصلاة و نماز برپا کنن و زکات هم بدن. باز احادیث رسول صلی الله علیه و سلم را میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده بود به قتال مشرکین، به قتال مردم و قتلشان تا مردم مسلمان شود و نماز بخوانند. و با این احادیث استدلال میکنه که هر کی اهل نماز نباشه و تارک نماز باشه مباح دم است و هیچ مانعی به قتلش نیست، بل باید قتل شود. و دیگر قول باطل که اینها ادعا میگن که اگر کل نماز را ترک کند باز کافر میشود. یعنی ای که اگر جمعه خوان باشد کافر نیست، یعنی اگر جمعه با جمعه نماز بخواند کافر نیست، یعنی یک وقت نماز بخواند مشکل نیست اگر بعض وقتا را ترک کند. و این قول زنا وحی شیطان است برایشان و این چیزی است که شیطان بر زنا زینت داده است. قولشان زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال زنا را بر زینت داده است. در این کتاب خود ابن قیم قول سفیان الثوری و مالک و احمد و شافعی را میاره که با مجرد یک نماز قتل میشن، قتل ارتداد. و دلیل به اقوالشان حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یقیموا الصلاه. و دیگر حدیث روایت زیاد استدلال میکنه به مختصر به یک دلیل اکتفا میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده است که تمام با مردم با الناس اجمعین، یعنی با همه مردمی که در اسلام نیستن و نماز نمیخونن، امر شده که جنگ کنه تا زمانی که بگن لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یقیموا الصلاه و باید نماز بخونن. و این که تارک الصلاة کشته میشه و قتل میشه قتل ارتداد است. به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم من بدل دینه فاقتلوه، این نزد علمایی که گفته است فتوا داده هستند به قتل تارک الصلاة و قتل ارتداد است. و همچنان مرتد به اسلام واضح است که مرتد برش توبه داده میشه، اگر توبه کرد خوب، اگر نکرد کشته میشه. همین رقم تارک الصلاة برش توبه داده میشه از کفرش و اگر قبول کرد خوب و الا قتل میشه. و ابن قیم مجموع سلف و صحابه را میارد و از بزرگان سلف تابعین و تبع تابعین را ذکر میکند که قتل ارتداد میشه، نه قتل حد. میگه که یقتل کما یقتل المرتد، کشته میشه مثل که مرتد کشته میشه. و هذا قول سعید بن جبیر و عامر الشعبی و ابراهیم النخعی و ابي عمرو والاوزاعي وايوب سختياني وعبد الله بن مبارك واسحاق بن الراهوي وعبد الملك بن حبيب وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وابي هريره وغيرهم من الصحابه. دريج ابن قيم اجماع الصحابه را از عبد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و عمر بن الخطاب و ابو هريره ذکر میکنه و از تابعین ذکر میکنه مثل عبد الله بن مبارک و ایوب سختیانی و اسحاق بن راهوی و همچنان استاب تابعین را که احمد بن حنبل و ابراهیم النخعی و غیرهم. تمام اجماع را ذکر میکنه به اینکه قتل ارتداد میشه. بس قول دوم ذکر میکنه یقتل حدا لا کفرا، که بحد کشته میشه نه با کفر، وهو قول المالك والشافعي واختار ابو عبد الله بن بطه هذه روايه، وهو قول مالك والشافعي است وقول ابو عبد الله بن بطه رحمه الله تعالى اجمعين. طبعا قول امام مالك و امام شافعي رحمه الله تعالى و ابو عبد الله بن بطه رحمهم الله تعالى جميعا که در آخر میگه قتل حد هست نه قتل ارتداد، قول موضوعی است. این قول موضوعی است، کذب است و بهتان است، بلکه قول را نسبت میتن برایشان نه این که خودشان میگه. و تمام اقوالی که در عدم تکفیر تارک الصلاة از این دو امام بزرگ دین روایت شده است همش بعد از عصرشان است، یعنی از متأخرین قول را چسبانده است و پایشان تا مردم قول را قبول کند. و همین سبب است که ابن قیم هم با وجودی که قول جمهور را ذکر میکند میگه قول شافعی در اول قتل ارتداد است، باز در اخیر به خاطر قول منصوبه میگه قول شافعی و مالک هست. و ان شاء الله رد شبهه که با پای امام مالک و امام شافعی رحمه الله تعالی در جریان درس بیان میکنیم. و اما عبدالله ابن بطه رحمه الله تعالی در کتاب خود باب دارد در تكفير تارك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل عقلاءه ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة. وهي أخبار آثار وسنتك يا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ذكر شده است كلش دلالت دارد و کسی که ذره از حیات اگه به قلبش هست، ذره از زندگی از یعنی قلب زنده هست، مرده نیست، كلش دلالت به این داره که تکفیر تارک الصلاة و اخراجه من المله و اخراج از ملت اسلام.
باز میگه که وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب قال الله عز وجل حنفاء لله غیر مشرکین به. میگه برات کافی است مقدار که الله متعال به کتاب خود نازل کرده است که حنفاء لله غیر مشرکین، كونوا حنيف استن بالله متعال مشركين نیستن بالله متعال. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به. باز میگه الله متعال وصف کرده از حنفا را، کسانی که حنیف هستند به دین الله متعال و کسانی که مشرک نیستن بالله متعال. فقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ابن بطل رحمه الله تعالی میگه که الله متعال باز حنفا را گفته است. حنفا کی است؟ اونا کسان هستند که بر اونا امر نشده مگر اینکه الله متعال مخلصانه عبادت کنند، حنفا حنیف باشند بالله متعال. و اونا کی هستند؟ و یقیموا الصلاة، کسانی که نماز را برپا میکنند و زکات را میدهند و همین دین مستقیم است. فاخبرنا جل ثناؤه، میگه الله متعال به ما خبر کرد و تقدست اسماءه ان الحنيف المسلم هو على دين القيم وان الدين القيم هو باقامه الصلاه. تا آخر قول رحمه الله تعالی که الله سبحانه و تعالی به ما خبر کرده است که حنیف مسلم کسی است و دین مستقیم است و دین مستقیم هو است به اقامت نماز و دین کسی مستقیم میشه با اقامه نماز. كتاب إبانة الكبرى جلد 2. وقولك براش نسبات ميتا بعدم تكفير تارك الصلاة زندقة المجرمين قاتلهم الله. اصل قولش برای خوارج است که اینها شبه گرفتنش به خاطر اثبات باطل خود که گویا ابن بطل رحمه الله تعالی تکفیر نکرده است تارک الصلاة را. و دیگری که ادله سنت در تکفیر تارک الصلاة بیشمار است، كما قال صلی الله علیه و سلم العهد بیننا و بینهم الصلاة. عهد بین ما و مشرکین نماز است. و همچنین در صحیح المسلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كبين يكمرد وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة است، ترك نماز است. و اجماع صحابه است به تکفیر تارک الصلاة و کل سلف اول را ببینی همه متفق و اجماع دارند به تکفیر تارک الصلاة. جالب اینجا هست که همه اقرار میکنند که صحابه اجماع کردند به تکفیر تارک الصلاة، ولكن باز میگه مسئله اختلافی هست. تکفیر تارک الصلاة اختلافی است با وجود اقرار و اعترافشان که اجماع صحابه به تکفیر تارک الصلاة است. چطور اختلافی است؟ از کجا آوردی خلاف را؟ از کدام شیطان خلاف صحابه را گپ زده است؟ میگن که خلاف بعد از صحابه شده است. باز وقتی پرسیدن کی از خلاف کرده است، برای ما میگه که ابو محمد شیبانی یکی از اهل ضلال بدعت است، صاحب و شاگرد متعصب ابو حنیفه که ای در ارجاع شتر شیخ گمراه خود بود. سبحان الله. حال اجماع صحابه را میماند، میان قول اهل بدعت را میگیرن و میگن خلاف است. بله آنها خلاف گفتن، راه غیر مومن را پیروی کردند، راه و منهج غیر صحابه را پیروی کردند و گمراهتر از اونا کسان است که قولشان را میگیرد در خلاف صحابه و کسی که منکر قولش نمیشه و گمراهترینشان کسی است که باز به او عمل هم میکنه با باطلشان. و در این شک نیست که خلاف اجماع صحابه کفر است و ضلال و اجماع بعد از قرآن و سنت حجت قطعی است. او هم اجماع صحابه فضلا از حدیث و آیات که به تکفیر تارک الصلاة است. و مؤمنین فریب از این نخورند که موضوع تکفیر تارک الصلاة موضوع فقهی است و موضوع اجتهادی است، بلکه تکفیر تارک الصلاة من الدین بالضروره است. دلیل از اجماع صحابه به تکفیر تارک الصلاة، اولین کسی که اجماع صحابه را ذکر میکند در تکفیر تارک الصلاة خود صحابه است و هیچ یکی از صحابه خلاف را نگفته است و آثار روایت شده در این باب بسیار زیاد است در ابواب ایمان در کتب اعتقاد سلف الصالحین. از جمله وقتی که از جابر رضی الله تعالی عنه پرسیده شده است هل فی مسلین مشرک، آیا در کسانی که نماز میخوانند کسان اهل نماز مشرکین هستند؟ قال لا، نه هرگز، چرا مشرکین نماز نمیخوانند، کسی که نماز خواه مسلمین هستند. لم یکونوا یدعون فی المسلین مشرکا، یعنی صحابه کسی که از مسلمین بود مشرک صدا نمیکردند. و همچنین مروزی رحمه الله تعالی در کتاب تعظیم قدر الصلاة و امام الالکی رحمه الله تعالی در کتاب اعتقاد اهل سنه از مجاهد بن جبر رحمه الله تعالی که امام که ثقه است، مجاهد بن جبر تابعی جلیل القدر که پیش ابن عباس رضی الله تعالی عنه زانوی علم را زده است، میگه که برای جابر رضی الله تعالی عنه گفت ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول صلی الله علیه و سلم قال الصلاة. که من یک از جابر رضی الله عنه پرسان کردم که به ترک کدام اعمال شما در عهد نبی صلی الله علیه و سلم فرق میکردین بین کفر و ایمان؟ مستقیما برش گفت که صلات، نماز. خلاص نماز کسی یعنی دمی فرق میکنه که کسی نماز نخونه کافر است. حتی عمر رضی الله عنه به منبر با جمع الصحابه گفته است که لا اسلام لمن لم يصل، که کسی نماز نمیخونه اسلام نداره، اسلام نیست، مسلمان نیست، کافر است. و هیچ یکی از صحابه اعتراض نکردند.
پس اگر اجماع صحابه گرفته نشود و صحیح نباشد در مقابل قول اهل شاد مثل محمد شیبانی مرجعی که اهل حدیث روایتش را نمی گرفتن به خاطر که از اهل بدعت بود، پس هیچ اجماع دیگر در دنیا نیست و هیچ اجماع صحیح نیست اگر اجماع صحابه صحیح نباشد. اگر به قول و اجماع صحابه عمل نکنیم پس دیگر اصلا اجماع را باطل کنیم، چون اجماع صحابه که صحیح نباشه پیش ما باز به اجماع بعد از صحابه را شروع قبول کنیم. و باز اجماع صحابه را کلان از ائمه سلف ذکر می‌کند و قوی ترین قول اجماع صحابه را که ذکر می‌کند سندن و متنا و مکانت قائلش و قول امام محمد بن نصر المروزی رحمه الله تعالی. الشیخ خود امام اسحاق بن راهوی رحمه الله تعالی در کتاب تعظیم قدر الصلاة میارد که سمعت اسحاق يقول قد صح الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. كساق الراهوی رحمه الله تعالی میگه که از نبی صلی الله علیه و سلم صحیح ثابت است که تارک نماز کافر است و همین رقم بعد از نبی صلی الله علیه و سلم از زمان نبی صلی الله علیه و سلم از اهل علم تا امروز تا روز ما تا امروز که ما هستیم به می قول هستند که تارک نماز کافر است تا وقت نماز بره و وقت نماز دیگر بیاید کافر است. و در جای دیگر محمد بن نصر المروزی در کتاب خود تعظیم قدر الصلاة میگه که ان محمد بن يحيى ان ابو نعمان ان حماد بن زيد ان ايوب سختياني رحمه الله تعالى قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيها، که ترک النماز کفر است هیچ اختلاف در اون نیست. طبعا محمد بن يحيى او زهلی بود، امام زهلی رحمه الله تعالی، و حماد بن زید که از امام بزرگ فقیه بود، و ایوب سختیانی رحمه الله تعالی تبع تابعین برش حسن بصری دوم برش میگفتن، حسن بصری صغیر برش میگفتن و از بزرگان فقها بود و سند روایت در نهایت صحت است و ما نفهم که سبحان الله تابعین و سلف بخی در دیگر اقوال هستند و این مدعین توحید امروزی و بخی به دیگر دین اونا به دیگر رفته هستند یا به دیگر دین رفته هستند. و همچنان امام المروزی رحمه الله تعالی در کتاب تعظیم قدر الصلاة جلد 2 صفحه 925 میگه که ذکرنا الاخبار مرویه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثار تاركها واخراجه اياه من المله واباحه قتال من امتنع من اقامتها، ثم جاءنا عن صحابه مثل ذلك ولم يجئنا عن احد منهم خلاف ذلك. و باز امام المروزی رحمه الله تعالی در اینجا ذکر میکنه که تمام اخبار که روایت شده از نبی صلی الله علیه وسلم در تکفیر تارک الصلاة و اخراجش از ملت اسلام و مباح دانستن قتلش از کسی که اقامت نماز را نکند و نماز را نخواند و بعد از او هم از صحابه رسول صلی الله علیه وسلم عین شکل آمده است. ولم یجینا عن احد منهم خلاف ذلك، و از یکی از اونها خلاف از این با ما نرسیده است که مثلا بگید که گفته شود تارک الصلاة کافر نیست یا مثلا کشته نمیشن. و یک گمراه دیگری که زیاد معروف است به سوشال میدیا ابو محمد مدنی بل ابو محمد مدخلی، او به شاگردان خود خلاف ذکر میکنه که در تکفیر تارک الصلاة خلاف است. طبعا صحابه خلاف نکرده هستند، اهل زیغ و اهل ضلال خلاف کرده هستند. برای مقلدین از اون میگیم که از شیخ خود پرسان کند که امام المروزی رحمه الله تعالی ثقه بود و اهل سنت بود یا محمد شیبانی، و قول امام محمد بن نصر المروزی معتبرتر است یا قول محمد شیبانی. محمد بن نصر المروزی رحمه الله تعالی از اهل علم و معرفت واسع هست در بین اهل علم، به علم که داشت رحمه الله تعالی از اقوال اهل علم و خوب میفهمید اجماع و نظاره. و حتی ابن تیمیه میگه که انه من اضبط الناس لاقوال الائمه و خلافهم، که امام المروزی رحمه الله تعالی از دقیق ترین و فهمیده ترین کسان بود با اقوال ائمه و خلافشان، یعنی خلاف میفهمید که خلاف در چی است و خلاف در چی نیست. حال اقوال ائمه مذاهب را میاریم از اهل سنت، از احمد بن حنبل رحمه الله تعالی و امام مالک رحمه الله تعالی و شافعی رحمه الله تعالی در تکفیر و تارک الصلاة و رد شبهات و اقوال که با آنها نسبت میدن. شبهه که به امام مالک رحمه الله تعالی میارن به عدم تکفیر و تارک الصلاة، اولا که او قول به امام مالک تشبیه میتن اصلا عاری از صحت است. ابن ابی زید القیروانی کسی بود که تمام فتوا امام مالک رحمه الله تعالی و علمش را جمع کرده بود، حتی برایش امام مالک صغیر میگفتن و تمام مالکی ها با اقوال همو مایل هستند. قیروانی مالکی در آخر کتاب النوادر و زیادات در باب مسئله کفر تارک الصلاة جلد 14 صفحه 537 گفته است که قال ابن حبیب، طبعا حبیب شاگرد امام مالك رحمه الله تعالى بود، وما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال لا أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر ووقتها وهو بتركها كافر، تركها جهدا أو مفرطا أو مضيعا أو متهاونا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. که تارک الصلاة اگر امام برش امر کنه که نماز را بخوان برای که اون بگه نمیخوانم کشته میشه و حتی برش وقت هم داده نمیشه تا که اون وقت نماز دیگر بیاید و هو بترکها کافر، و بترک که کرده هست نمیخوانم کافر شده است و ترک جهاد چی جهاد باشه
چی دو افراد کنه و چی دو به حساب ضایع کنه وقتا، یا مثلا از کسل باشه. لقول نبی صلی الله علیه و سلم، بقول نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس بین العبد و بین الكفر الا ترک الصلاه، که بین بنده و بین کفر که شرک کنه ترک الصلاه است، ترک نماز است. دوما که هیچ نص صریح از امام مالک رحمه الله تعالی ثابت نیست به نه در کتاب المدونه و نه در کتاب الموطأ که تارک الصلاه کافر نیست. امام شان طحاوی در مختصر خلفاء گفته در جلد 9 صفحه 393 قال بعض الحفاظ قول المالك، بعض الحفاظ قول المالك گفته است ان مذهب مالك في ترك الصلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل الا ان يصليها وهو قول الشافعي. حتی طحاوی به امام مالک رحمه الله تعالی گفته است که مذهب مالک به این بود که تارک الصلاة کسی عمدا نماز ترک کنه بدون کدام عذر تا مثلا وقت نماز بره او مرتد است، کافر است و با کفر کشته میشه، مگر که نماز بخونه. و قول شافعی هم به می هست و این هم شهادت هم به مالک است، هم به امام شافعی رحمه الله تعالی است که به تکفیرشان است و قتل هم که میکنه قتل کفر است. و اتهامی که به امام شافعی رحمه الله تعالی میزنن شبهه که اهل ارجاء اخوان و اصحاب شیاطین میارند که امام شافعی تکفیر نکرده هست تارک صلات را، کذبوا والله، که قولی که به امام شافعی نسبت میتن اصلا سندش به امام شافعی نمیرسد. دوم قول سبکی کافر اشعری مرتد که قول به مناظره امامین احمد و شافعی رحمه الله تعالی میارن که شافعی و امام احمد رحمه الله تعالی مناظره کردن در تکفیر تارک صلات، قول باطل است و محض کذب است. اسماعیل المزنی که یکی از شاگردای نزدیک امام شافعی رحمه الله تعالی بود، تا جایی که امام رحمه الله تعالی امام شافعی رحمه الله تعالی میگه که مزنی ناصر مذهبم است. و اسماعیل المزنی کسی بود که امام شافعی رحمه الله تعالی وقت وفاتش غسل داد. در کتاب مختصر خود میگه صفحه 53 قول شیخ خود را ذکر میکند و میارد که عزم کرد عالمتر و نزدیکتر با امام شافعی رحمه الله تعالی بود. میگه که قال الشافعي يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك. قال مزني قد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان. که شافعی رحمه الله تعالی گفت بر کسی که نماز را نمیخوانه و نماز را ترک کرده هست برش گفته میشه که یا نماز میخوانی و الا برای توبه میتیم، توبه هم نکنی، نماز نخوانی قتلت میکنیم. مثل که با کسی کافر میشه برش میگیم که یا ایمان بیار و یا که میکشیم تا. یعنی مثال زده است، قیاس کرده هست که همین رقم که ما کافر هم میگن که قتل میکنیم و میگن که ایمان بیار و الا قتلت میکنیم، همین رقم تارک صلات هم میگن که یا ایمان بیار پس بیا نماز بخوان یا که قتلت میکنیم. یعنی قتلش با کفرش از نه قتلش به حد. و شهادتش خود شاگردش مزنی رحمه الله تعالی میگه که قد جاء تارک الصلاه بلا عذر كتارك الایمان، که تارک الصلاه تارک نماز با مانند کسی است که ایمان خود ترک کرده است، عیناً یکسان هستند. و امام الجلیل امام اهل سنة والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله تعالی و اصحابش و شاگردانش قسم که خلا رحمه الله تعالی در کتاب سنه خود میاره همه اجب تکفیر تارک صلات است و بر همه ثابت است و هم مگی میفهم از عام و خاص که احمد بن حنبل و اصحابش تارک صلات تکفیر میکنند. حتی ابن تیمیه تارک صلات تکفیر میکند و از نوع جنبه شرعی ثابت میکنند و سخت مقبول و قوی استدلال میکنند به تکفیر تارک صلات. در کتاب خود شرح العمده جلد 2 صفحه 76 لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر العاذب لوجوه، که کفر که در تکفیر تارک صلات آمده هست و کفر اعظم است، یعنی کفر کبیره است نه کفر اصغر، کفر است که خارج از ملت میشه. لوجوه در جنبه های وزنو جنبه رو ذکر کرده است، نو موضوع رو بیان کرده است و استدلال میکند و بعد حجج باطل مخالفین را هم رد میکند. میتونه که رجوع کنیم به کتابش. و اما ابو حنیفه و اصحابش آنها از اهل سنت نیستند، بل اونها یک دین هستند و فرقه هستند. از فرقه 73 فرقه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است که امت ما 73 فرقه تقسیم میشه و یک فرقهش نجات پیدا میکنه و همش به جهنم است. شاء من شاء و ابا من ابا، چی کس بخواه و چی کس نخواه. ابو حنیفه و حناف و اصحابش هیچ یک از اهل سنت نیستند، بل زور و بهتان او را امام جور کردن به خاطر که پیروانش زیاد هست و همگیش ادعای اسلام میکنند. مثل که امروز اشعری ها را هم همیشه امام جور کرده هستند، کفار ها همیشه امام جور کرده هستند، اهل بدعات و اهل ضلال اهل زیغ، کسانی که امروز مدعی توحید هستند اونها همیشه هم اهل بدعت را امام به خود جور کرده هستند. و کسانی که ابو حنیفه را امام به خود جور کرده برایش میگن که یک امام دیگر هم برایتان جور کنید، باب نصرانی را باب نصارا برایتان یک امام جور که امام باب فرانسیس که برایش میگن باب میگن پاپ میگن نمیفهمم، او را هم براتون امام جور کنین بگوین امام و پاپ، به خاطر که پیروان از او هم زیاد است، کلام بسیار زیاد پیروان دارد مردم.
و به این شک هم نیست که سلف و خلف ابو حنیفه را از اهل بدعت خواندند و از اهل ضلال گفته هستند و حتی کافر خواندنشان و با قولش استدلال نمیشه، چون اونا اصلا عمل را ایمان نمیدانند. ایمان ما و جبرائیل و ایمان ابو حنیفه ضال همراه ایمان رسول الله صلی الله علیه و آله بالله یکسان برابر است. اعوذ بالله من ذلك. چی برسد به تکفیر تارک الصلات، به کسر کافر بگویند. مشابهت که اهل ارجاء استدلال میکنند با حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله آورده هستند که قال صلی الله علیه و سلم. طبعا قسمت از حدیث را ذکر میکنیم برای اختصار که میگه اما الديوان الذي لا يعبى الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه او صلاة تركها فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه ان شاء. که در دیوان دیگر الله متعال که چند دیوان ذکر میگن در این حدیث، طبعا حدیث ضعیف است. اولا این حدیث ضعیف است و استدلال به این حدیث نمیشه که میگه که ظلم بنده بین خودش و بین ربش الله متعال که بخواه عفو میکنه و از اون میگذره، مثلا از روزه را ترک کرده هست یا مثلا خورده هست و مثلا نماز را ترک کرده است. ما گفتیم که حدیث ضعیف است، دایی استدلال هم نمیشه. و شبه دیگری که میارن اهل الزیغ و الضلال حدیث را میارن از حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من التطوع فإن كان له تطوع أكملت فريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که روز اول چیزی که بنده روز قیامت در روح حساب گرفته میشه نماز است و اگر در نماز فرائض کم بودی دو باشه باز میگه که ببینید به این که آیا او از تطوع هم کدام نوافل داره، اگر داشته باشه کامل مثل نماز فریضه از تطوع. اول خو این حدیث در اکمال نماز است که اگر نقصان داشته باشه، یعنی اگر کس نماز خدا با خشوع صحیح نخوانه و نماز دو نقص باشه یا مثلا کمی به عجله بخوانه یا رکوع و سجدهش درست نکنه، اون نماز ناقص است، نه که ترک نماز است. ابن عبد البر در کتاب الاستذکار میگه و هذا عندي معناه في مساها عن فريضة ونسيها ولم يذكرها إلا أن مات وأما من ترك صلاة مكتوبة عامدا أو نسيها ثم ذكرها فلم يقيمها فهذا لا يكون تكمل له فريضة من تطوع ابدا. میگه این کسی هست که نماز را فراموش کرده باشه و به یادش نباید تا که بالاخره مرد، ولیکن اگر کسی نماز را ترک کنه عمدن یا مثلا فراموش کنه باز به یادش بیاد که نماز فراموش کنه باز نخونه او را، این تطوع برش نفع نمیرسانه هرگز. و همچنان در کتاب تمهید خود میگه که اما الاکمال الفریضه من تطوع فانما يكون ذلك والله اعلم في من سهى عن فريضه فلم ياتي بها. که اکمال فریضه از تطوع به کسی هست که فراموش کرده هست، یعنی از یادش رفته هست و نخوانده است، ولم يحسن رکوعها، یا مثلا کسی که رکوعش صحیح نکرده است، ولم يدرك قدر ذلك، یا مثلا قدرش صحیح نکرده است. و اما من تعمد تركها او نسي ثم ذكرها فلم ياتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن اداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه. و اگر کسی ترک کنه و یا مثلا فراموش کنه باز به یادش بیاره و باز نخونه او را و همین رقم به تطوع مشغول باشه و به یادش باشه که مثلا فلان نماز نخوانده است، این نماز این تطوع کامل نمیشه نماز فرض که ترک کرده است هرگز. و شبهه دیگری که میارن از حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على عباده من أتى بهن كان له عند الله أهدا أن يدخله الجنة. که الله متعال 5 نماز فرض کرده از بالای بندگان خود و کسی که 5 نماز بخونه الله متعال عهد از بالایش که داخل جنت کنه او. و من لم يأتي بهن فليس له عند الله أحد. و کسی که نخونه را پیش الله متعال کنه عهد نداره. ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. اگر بخواد الله متعال را عذاب میکنه و اگر بخواد او را میبخشه، در حالی که تارک الصلات کافر است. و چطور الله متعال اگر بخواد او را میبخشه، الله متعال کافرین نمیبخشه. مجرمین این حدیث را میارن اما دیگر روایت ها را نمیبینن. با روایت ابو داود لفظ دیگر آمده هست که ان عباده بن الصامت رضی الله عنه قال سمعت رسول صلی الله علیه و سلم یقول 5 صلوات افترضهن الله تعالی، که 5 نماز الله متعال فرض کرده است. من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كأصل در این موضوع که الله متعال که رسول الله صلی الله علیه و گفته است که الله متعال 5 نماز فرض کرده است، کسی که وضوش صحیح بگیره و در وقتش نماز بخواند و رکوعش به اتمام بکند و به خشوع بخواند، الله متعال به نفس خود عهد کرده است که ببخشد. اگر نکند پس به الله متعال که عهد نداره. او به این کسا است که الله متعال اگر بخواد اونا را میبخشه و اگر نخواد عذابشان میکنه، نه به کسی که ترک کرده است نماز.
وحتى ابن تيمية در کتاب مجموع الفتاوا در جلد 7 صفحه 65 رد میکند که اصل در ترک نماز نیست، در احادیث چرا ترکش کفر است. اصل در محافظت نماز است، نه در ترک نماز. چرا ترک نماز کافر کشته میشه، لا شک فیه. خلاصه ای که تارک الصلاة عمدا یتکاسلا کافر است ولا کرام، به دلیل کتاب و سنت و اجماع صحابه مسلمین. و کسی که تارک الصلاة تفیل نمیکند در کفرش و در کفر شک میکند کافر است، خارج من ملت الاسلام و مثل تارک الصلاة ولا کرام، بخاطر تکذیبش به سنت و رد اجماع صحابه و گرفتن غیر سبیل المؤمنین. از الله متعال سخت و عذر زاری میخوایم. اللهم احیینا بالاسلام والسنه و امتنا بالاسلام والسنه. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ما را اجرنی کسان قرارتی که برایشان گفتی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.